خاطر رسا мешавем ки экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё давоми 45 рӯз беш аз 8000 километр роҳро тай намуда аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Русия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон гузашта ниҳоят ба шаҳри Душанбе расид. Иброз гардид ки ин сафар на танҳо падидаи фарҳангӣ, балки қадами муҳим дар роҳи густариши ҳамкории минтақавӣ мебошад. дар экспедитсия намояндагони вазорату кумитаҳо, воситаҳои ахбори омма, блогерон ва донишҷӯён аз 5 давлати Авроосиё дар умум 100 нафар иштирок доранд. дар ҷарони он беш аз 150 ҷаласаю форумҳои илмию иқтисодӣ, фарҳангию омӯзишӣ ва дигар чорабиниҳои канори сайёҳӣ баргузор гардид. иштирокчиёни экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авроосиё пас аз бозгашт ба ватан дар хусуси сафарашон чунин мегӯянд. من دوستمراد شریپوف اشتراکی فورومی بین‌المللی ما در سفر بودیم. راستی گپ با ما اساسیاسیون بلاگران پیشنهاد کردند که بلاگرهایی که کوه می‌گردند و سیاحند و از طرف مسکو هم خیلی پیشنهاد شده است. خیلی ما قبول شدیم. راستی گپ دستاول ما رفتیم طول 5 روز در شهر مسکو گشتیم، از جای زیباش دیدن کردیم و بعداً گشوده شوی فورم در مرکز شهر مسکو، یعنی فانتان دروژبا میگن، فواره دوستی در همونجا برگزار کردیم. از همونجا ما سفر گرفتیم شهرهای مسکو که اوفا، سامارا، تاتارستان، دیگر شهرها. راستی گپ بسیارشم در خاطرم نموند، از جبری که بسیاری بعد شهرها رفتیم، بسیاری بعد ناحیه‌ها رفتیم، دیدن کردیم. از اونجا برآمدیم از مسکو و دولت قزاقستان دیدن کردیم، از قزاقستان قرقیزستان دیدن کردیم، از قرقیزستان ازبکستان، از ازبکستان انا اومدیم به وطن زیبایمون تاجیکستان. 5 دولت روی دنیا رو گشتیم. راستی گپ البته که خیلی زیاد چیزها برداشت کردیم، چیزهایی که در حیات ندیده بودیم. راستی گپ در همین سفرمون دیدیم، از طرز مهمانداریشون، از عرف و عادت‌هاشون، از تاریخ و تمدنشون، از جاهایی که تاریخی بوده که جاهایی که بسیار به مردم پسند است و مردم دیدن نمیتوانند. ما رفته بنوار گرفتیم، پیشکش تماشابینای خودمون کردیم که در شبکه‌های اجتماعی مونیم که نفرانی که ما را پیگیری میکنن ببینن که هم خیلی جاهای زیبا هستن، خیلی طبیعت‌های زیبا. باور میکنید خیلی جاش میبینید به مثل صورت است، حلاوت میبرید. خیلی جای‌ها را من راستی گپ دفعه در همون صورت‌ها و عکس‌ها دیده بودم. راستی رفتیم از پیش دیدن کردیم و جای‌های ناتکرار دیگر وطن‌ها را دیدیم و این یک زمانی شده است که عین حال همین شبکه‌های اجتماعی هست. فکر می‌کنیم که زندگی مردم همه یک است. کجایی که میریم پیشواز میگیرن، خیال می‌کنیم که در تاجیکستان خودتی، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و از همه بیشتر به من پسند اومد یک شهرک رفتیم ترکمنستان گفتنی شهر. این شهر در قرقیزستان است. باور می‌کنید به‌نهایت شهر زیبا، یک 10 هکتار زیادتر زمین را گرفتند و با ساخت قدیمه و زمانوی آمیخته کرده یک شهر افسانوی کردند. باور میکنید از تماشای اون شهر سیر نمیشوید. طول 3 روز در همونجا ما بودیم، فقط گشتیم، تماشا کردیم، دیدن کردیم. تنها او را که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن میتونن که رفته ببینن یا که رفتم که نتونن از سایت های ما میتونن تماشا کنن و از جاهای زیبا، از جاهای دیدنی با دیدن کنن و حلاوت ببرن. مقصد اساسی فکر شخصی من این است که مقصد اساسی ما باید با دیگر دولت ها دوست باشیم، با دیگر برادرایی که ممکن که اگر همین اکسپدیسیا نباشد همه را ما در حیات ما نمیبینیم، لیکن فرم نمیشید. همین سبب شده که ما یکدیگریمون رو دیدیم، شناختیم و دوست شدیم. و شنوندگان ارجمند رادیوی خوار تشکر خودم، میnnتداری خودم با تمام همون برادرایی که همین کار را پیش گرفتن. سرپرستای ما آبیسیوما و دوشنبه سیتی بود. میnnتداری خودمون رو میرسونیم که کمیته سیاحی البته که نقش ارزنده را کمیته سیاحی پیش گرفته بود. تشکر میگیم، میnnتداری خودمون رو بیان میکنیم که ما رفتیم و هم جهان بینی ما وسیع شد، هم چقدر دوستای نو پیدا کردیم و خیلی خرسندم هستیم.